بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدستی ماکتابی ای محبت بدستی ماکتابی ای محبت. به بهاری نو رسیدیم، زی بهار شکر گوییم. به دیار باستانی ما باز بهار با ناز و ادا قدم میزند. قدمش خجسته باد. میگویند که زن، مادر، بهار این توأمند. بله، وقتی که ما بهار میگوییم پیش نظر ما مادر جلوگر می شود. با حسن و زیبایی خویش زندگی ما را با تراوت و مزین می گرداند. و این بار موضوع ما احترام مادر و رسالت مادر در خاندان است. از این رو ما متخصصان ساحه را به برنامه دعوت نمودیم تا که با چند اندیشه های زیبایشان قلب شما را شاداب گردانند. تمنا میکنیم که قلبتان آفتابی، زندگیتان بهارآلوده باشد. ما را همراه باشید. با دستی ماکتابی ای محبت. معلم ارجمند، نخست میخواستم که شما همچون یک متخصص ساحه در بابت احترام مادر چند اندیشه های خویش را بیان میکردید. مرحمت. از آفتاب پرسیدن آیا در جهان از تو روشن‌تر و گرمتر چیزی در عالم وجود داشته است؟ ندا آمد قلب مادر. از کوه پرسیدن آیا از تو تواناتر، پرقوتر در عالم چیزی وجود دارد؟ ندا آمد جسم و جان مادر. از شرشره پرسیدن آیا از تو مصفاتر، روشنتر، مزینتر در عالم چیزی وجود دارد؟ ندا آمد قلب مادر. درست است. وقتی امروز تاجیکستان ما به بهاری دیگر رسید، در حقیقت وقتی گلهای بهاری را میبینیم، سیمای مادر، دعای مادر، روحانی پرآژنگ مادر، دستانی پرآژنگ مادر که از صبح تا شام برای زندگی سازی حرکت میکند، برای عالم زیبا را از خاندان خود آغاز کرده ساختن حرکت میکند، جهد میکند تا از خاندان خود، از خواب ناز فرزند خود را با محبت، با عشق بیدار کند. برای او قبلا مادران تاجیک هر صبح همین خیلی یک سنت های نیک نیاگان داریم. تجربه زندگی نشان میدهد که اگر درباره رسالت مادر گوییم، من اندیشه میکنم که از آدم و شعرا ابو عبدالله رویدکی سرکرده تا امروز تا فرزانه خوجندی شخصی نیست که از مادر سخن نگفته باشد. ولی نشان میدهد تجربه که رسالت مادر رو یگان نفر نمیتواند تا به آخر انشا کرده باشد. اینقدر رسالت مادر زیاد است و بی عدد است و بی انتها هست. مادر از لحظه که مثلا اویله برپا میکند تا دم مرگ، تا آن دمی که جان در رمق دارد، جان در جسم زیبا و مصفای خود دارد، برای فرزند خود، برای فرزندان کسی دیگر هم، برای جامعه جان خود را نثار میکند. از این لحاظ رسالت مادر رو این بزرگان، این ابرمردان با این همه بزرگی تا به آخر انشا کرده نتوانستند. رسالت فرزند را در نزد پدر و مادر معین کردند. یکی 80 معین کردند، یکی 11 و 12 معین کردند با همین قدر مقدارها. ولی رسالت مادر در خانواده به انتها هست. خاصتا چگونه است؟ درست است، بسیار خوب گفتید که انا همین گلهای بهاری سیمای مادر رو به خاطر میبیارد. چون فصل بهار میشود در تاجیکستان محبوب ما، گلهای بهاری اینقدر عالم را زیبای و مزین میکند. وقتی که هر انسان در هر سن و سال به گلهای بهاری نگاه میکند، قلب او اینقدر ملایم روشن میگردد. مادر در خانواده به مانند انا همون درختی
گلهای بهاری است که چراغ خاندان است. او با محبت خود، با دستان خود، با مهنت خود، با جور و جفا و با عشق و با مردانگی خود در داخل ناخنک تمام خانواده را و از خانواده آغاز کرده تمام عالم را روشن میکند. جناب عالی سرور کشور چگونه به مقام مادر، به جایگاه مادر این گونه یک توجه خاصه کردند که من در مثلا در این گونه سن سال رسیدم یگان و چی پرزیدنت کشورها رو ندیدم که جایگاه مادر رو همین گونه معین کرده باشند. با همین سیاست فرهنگ پرورانه و انسان پرورانه و مادر دوستانه پیشوای ملت انا همه مجسمه دعای مادر را قامت افراختن. وقتی که حتی اگر در نفس خودی این مجسمه قرار گیرد، اون آژنگ های روی زیبای مادر تاجیک، اون دستان زیبا و پرنکهت و آژنگ از مهنت حلالی که مادر تاجیک میکند اینقدر زیبا انعکاس کرده، اینقدر رئالی و حقانی انعکاس کرده توانستند. آن انگشتری نقرگینه که در دست مادر تاجیک است، آن چند دانه مرجانه که در پیش در سوزنه که مادر تاجیک است، با همه نکهت و زیبایی استاد غفورجان جورایف برکه یابند. این گونه نابغه ها که من خود را خوشبخت می حسابم که با آنها مثلا یک همزمان آنها هستم، دعای مادر را با نکهت بزرگش آنجا انعکاس کردن. خاصتا جایی که با انعکاس کردن که جوان پسران برای مهنت حلال اگر سفر میکنن یا برای خواندن سفر میکنن، باز هم مادر مهربان آنها را در میهن خودشان انتظار هستند که باید آنها علم آموزند یا اینکه قوت لایموت کار کنند و نزد مادر مهربان برگردند که مادر مهربان در انتظار آنها است. جناب عالی بسیار حالت های می شود که تمام نه تنها مادران تاجیک را بلکه زنهای تاجیک را بلکه مردان تاجیک را اشک شادی می ریزانند، چون که در هر یک صحبت و پیام های خود جایگاه مادر را جدا می کند و می گویند که امروز که مادر شما در حیات هستند از احوال آنها خبر گیرید، دعای آنها را گیرید، خدمت آنها را گیرید، با آنها باشید. روزی می شود که می بیایی جای آنها خالی است، همین قدر می جویی ولی جای آنها را کسی دیگری گرفته نمی تواند. بسیار یک سخنهای عجایب می گویند که به محبت اشک از مثلا چشمان هر شخص چی می شود که اینقدر مقام و منزلتی مادر رو اون کس وجه درک می کنند. روزی به خواهر مهربانم گفتم خواهر جان، من اندیشه میکنم که همین مقام و منزلت، شکوه و شهامتی که پیشوای ملت خداوند به اون کس میسر گردید از دعای مادر است. درست از دعای مادر است البته، ولی باز زمان که یتیم میپرورند دری انا همون یتیم خانه ها رو میکوبند و همین با متصدیان، با بزرگان، با همون منصبداران، با عملداران، با همون یک محبتی که پیشوای ملت، اون وقاری که پیشوای ملت به همین یتیمان دارن، همون شخصان متصدی رو وادار میکند که از یتیم خانه ها آگاه باشند، از خوراک گرم، از پوشاک و از محبت آنها آگاه باشند. با دستی ما کتابی ای محبت. بینندای عزیز و ارجمند، من با این بانوهای زیبا اتفاقا واخوردم. میخواستم که از فرصت استفاده برده با شما در بابت رسالت زن مادر چند اندیشه های شما را فهمیده باشیم. البته خوشبختی عائله خاندان از مادر سرچشمه میگیرد. میخواستم که در بابت رسالت مادر در عائله چند اندیشه های خیش را بیان میکردید. مرحمت. من یک شعر میخونم از صبرنیسا ایامزاد، این کس شاعره، در وصف مادر. بهشتی جاویدان در زیر پای توست، ابو سینا و اقلیدوس و مولانا عطای توست. خداوندی که بخشاینده اش بر ما خدای توست، و دیده خاک پایت را بسازم توتیا مادر. شبیه یک فرشته آمدی از دوری های دور،
به یک لبخند زیبایی که دلها را فزاید شور، به یک سیمای نورانی که بخشایی به عالم نور، به چشم خاکیان هستی چهور و اولیا مادر. چو برفی قله شد موی سیاحت در ره تقدیر، تمام مشکلات زندگی را میکنی تدبیر. خدایا عاجزم تا آنچه هستی سازمت تصویر، فراتر از سما تا بارگاه کبریا مادر. تشکر میگم. میخواستم که در بابت رسالت زن مادر در خاندان چند سخن میگفتید، زیرا که مادران پاینده و جوینده و پوینده راه زندگی انسانیت هستند. مادران هستند که زندگی ما سرشار محبت می شود، آفتابی محبت درخشان می گردد. همین طور نه برای من؟ اصلا مادران ارجمند ما از قدیم الایام صاحب رسالت و شایسته سالارند و همیشه در تربیه فرزند، در تربیه اهل عائله مساعدت می نمایند و سهم خود را همیشه می گذارند. آنچه که در موضوع، حالا که موضوع مادر در میان است، همین را باید گویم که سؤال می دهند که کیست آن نفره که به استراحت زحمت می کشد، نه استراحت دارد و نه برای آن زحمتی که می کشد یک مزد طلب می کند. با دیده های اشبار جواب می دهند که این مادر است. در حقیقت هم زحمتی که مادر در تربیه فرزند عموما در جمعیت دارد که امروز شکر خدا در پرتو استقلال، در پرتو دستگیری های پیشوای معظم ملت، مادران ما در همه ساحه های زندگی فعالیت دارند. یکی عالم است و یکی سرور است و یکی ژورنالیست و آموزگار و راننده و تا حتی که در قوه های مسلح این که فعالیت میبرند و همین چیز باز هم شکوه مادر را، عرض و ارادت مادر را زیاده تر میگرداند در دیده های ما و من همین سیمای مادر را با یک خورشید تشبیه میدهم که همچنانه که خورشید با نورهای خود یگان ذره را به بهره نمیگذارد و مادران ما هم همین گونه هستند که مهر خود را، همان مهر سرشار خود را که دریا تبارند، برای جمیع اهل خانواده، برای فرزندان، برای جمعیت و برای زندگی ارزانی می دارند. یک چیزی نوشتم در همین برای مادران که در محضر ما وجود تو مادر گسترده تر از شهامت خورشید، رخشنده تر از دمیدن یک صبح، فرخنده تر از تلالوی امید. از جمله هدیه خدا بیشک شهکاری به زوال دنیای، یک مژده سبز جانب فردا، خورشید سما و دور یکتایی. آوای ظریف علت شبها معصومتر از تنین باران است، لبخنده تو فراتر از تصویر، بشکفتن غنچه در گلستان است. سرشار ز لطف و مهربانی ها ای عاطفه از تبار دریایی، با آن که فتاده در رخت آژنگ، در شیشه چشم ما تو زیبایی. آفرین آفرین، سلامت باشید. البته مادران تمنا میکنیم که همیشه دست به دامن دعا گیرند، تاجیکستان ما آباد باشد. البته مادر همه وقت میخواد که خاندانش آرام باشد، آسوده باشد، فرزندانشان سرجم باشند و امروز ما میبینیم که شکرانه هم میکنیم، طبل شادی هم میزنیم که ما در تاجیکستان آباد و آزاد و آسایشته زندگی میکنیم. از این سعادتی بیش دیده نمیشود و مادران همیشه لبخند میزنند، کودکوار خرسند میشوند. شما چقدر که ما میدانیم صاحب 7 نفر فرزند هستید. برای تربیه آنها وقت میابید، برای عائله داری، برای مناسبت اولاد، برای عزت و احترام نگه داشتن قصور و خوشدامن و شوهر. میخواستم که در بابت رسالتی مادر در خاندان کمی یادآور میشدید. مرحمت.
وقتی که یک مادر در خاندان است فکر میکنم که نظام خاندان همیشه پابرجاست. بله. مادر اصلا صبحگاهان برای همه ما همین یک لحظه شناس است که پیش از همه مادر ما را صدا میکند. فرزندم خیز میگه صبح دم بر وقت. صبح دم همچون فرشته بر سری بالین من می بیایی و تو با نرمی صدایم میکنی. خیز میگویی با یک لحن گوارا و بزیب، بعد از آن صبحانه با حلوا و چایم میکنی. انا همین رسالت مادر است که در خاندان ما همیشه یک محیط پر از مهر و محبت، یک محیط آرام پابرجا است. و چطوره که گفته شکر خدا میکنم که من هم صاحب 7 نفر فرزند هستم و با همراهی شوهرم شکر خدا آنها را تربیت می نماییم. در خدمت خسر و خوشدامن هم بودیم و انا همین یک محیط خوبی عائله بود که برای من مساعدت نمود که با وجود تربیت فرزندان، با وجود آن تشویش‌هایی که در خاندان هر یک نفر تاجیک معلوم هست، من توانستم که به همه این زحمت ها نگاه نکرده باز هم شعر گویم، شعر نویسم و یک علاقمندی به فرهنگ و به شعر و صنعت داشته باشم. بله. و همین هم از دستگیری همین عائله بود که برای من مساعدت کردن و همین یک فضای خیلی خوب را فراهم آوردن که من تشکر میکنم از اهل عائله. اصلا الهام وقتی که خاندانتان تنج است دستگیری ها پیوسته دیده می شود و محیط آباد و آزاد و سالم است، الهام خودش می آید. آره. در بابت همین وطن و وطنداری که امروز فرزندان را تربیت می کنید که چقدر که ما در بالا ذکر کردیم رسالت مادر این سازندگی و تربیتگری است. و هر یک چیزی که فرزند از خاندان میگیرد آن را به بیرون میبرد. بله. نگاه شما. محمد اقبال بزرگ فرموده که تربیت از دامان مادر آغاز میپذیرد و همچنین خلق تمدن آفر ما از قدیم الایام است که برای تربیت فرزند یک ویژه ترین سخنها را پیشنهاد میکند. برای اینکه ما اینقدر شاهنامه و مثنوی و هم نصیحت نامه های عنصر مالی کیکاووس و گلستان و بوستان را داریم که در تمام همین ها برای فرزندان یک پند و یک اندرز است و خودی همین عنصر مالی کیکاووس هم نوشته که وقتی که فرزند به دنیا می آید وی مثل یک اوراق سفید است و آنچه که در روی آن اوراق می نویسند خوب است و خواه زشت، آن از پدر و مادر، از تربیت، از همان محیط وابستگی دارد. و حالا شکرانه که امروز قانون‌های هم درباره مسئولیت پدر و مادر از جانب پیشوای ملت پیشکش گردیده که باز هم مسئولیت پدر و مادر را زیادتر می‌گرداند در تربیت نسل نورس و همون محیط عائله چطوره که تربیت میکند فرزند را، فرزند همین گونه به فکرم به وایم میرسد. همان سخنهای نیکی که پدر و مادر برای فرزند میگویند الکی وی را به سوی فرداهای نیکو هدایت میکند. سخنهای خوب، تربیت خوب و ما باید فرزندان تربیت نماییم که شایسته پدر و مادران و گذشتگان بزرگ و اجدادان صاحب نام ما باشند. بله. سلامت باشید. حوری نسا، شما در بخشی کار با زنان و عائله ناحیه مسچای کوهی فعالیت میبرید. البته پایداری عائله، استواری عائله در خاندان در مد اول می ایستد و همیشه کاربری هم می شود. می خواستم که در این بابت که رسالتی بیش احساس می کنید چند سخن می گفتید. مرحمت.
از قدیم الایام خلق ما خلق تمدن پرور و صاحب رسالت است. ما باید فرزندان خود را در روحیه و تندرستی و مهر و محبت نسبت به انسان، دانش آموزی و آموختن هنری والا تربیت نماییم. اصلا مادران باید در تربیه هم پسر و هم دختر باید جدی باشند. البته من بعد عائله داری، آماده نمودن فرزند و دختران امروزه ما باید که یک احترام نسبت به پدر و مادر شوهر و اهل و عائله آن و احترام خاصه به جا آورند. هر کاری که مادر میکند باید دختران از همانها عبرت گیرند. وقتی که ویها به دیگر عائله میروند باید که همون کاری که مادر به آنها، همون تربیه‌ای که در خانه مادر گرفته بودند، رفتن، شستن، پختن، دوختن، همه همین را به جا بیارند. بله، عادی ترین چیزی که عادی ترین چیزهایی که باید مادر و فرزند آموزد به دختر اهمیت جدی دهد. برای آن که همین روزها بسیار عائله ویرانه شده استاده است که از بیشترش از همین طاقت ندارند. باید دخترای ما مادر همه خیلی ویا را تربیت کند که ویا با صبر باشند، معلمه با تحمل باشند. هرچی که در همه میگویند که در هر یک عائله پستی و بلندی هست. پستی و بلندی معنای پستی و بلندی نیست، یعنی در هر یک عائله یک کاری ناجا کرد مادر به وی نصیحت میکند، میگویند که امروز سخنای من تو را درد کند، فردا سخنای من تو را مرد کند. باید هر یک همون دخترها کلان سالتر شده، یعنی که 22-23 ساله شده، بعد اگر به شوهر برایند، من فکر میکنم که آنها از همون عائله یک چی می آموزند، یک چی میگیرند. چنانه که حاضر همین دخترای ما را تیز به شوهر میتین، تیز عائله ویران میشن. برای چی؟ برای اینکه آنها نو همین مکتب خط میکنند و همین نادون به شوهر میبرند، طاقت نمیکنند. عائله ویرانی بسیارتر از همین تیز به شوهر برآمدن دخترها میشد. همین دختر که 22-23 ساله شد و از همون عائله بسیار چی میآموزد. چنانه که شاعرای ما گفتن هر کی ناموخت از گذشته روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. آموزگاری همون خانه، استادی اولی فرزندان این مادر است. من فکر میکنم وقتی مادر فرزند رو به همین وقت از همون خردی به تربیه همین رفتن و شستن و پختن و یعنی که عائله داری تربیه کرد، من باوری دارم که همین دخترها عائله ویران نمیشن. چون که وقتی در عائله پستی بلندی میشد که مادر طاقت میبرد، همون دختر عبرت میگیرد. وقتی به خانه شوهرش رفت که همون چی به سرش اومد و طاقت میکند، یعنی که نصیحت و پند و نصیحتی همون خانواده شوهرش رو گوش میکند. همین استادی اولی فرزند مادر است. همون مادر همون دختر رو تربیه کند و همین کار آموزد. من باوری دارم که عائله ویرانی کم میشود. البته سلامت باشید. تشکر میگویم. یک شب آن رنج که مادر کشید، با دو جهانش نتوان برکشید. من میخواهم که یک سرود خوانم به تمام مادرهای روی دنیا. سرود خود را میبخشم. مرحمت، بفرمایید. ای پسر مادری خود را میازار، بیش از او هیچ کی را دوست مدار. تو چی دانی که چی ها در دل او تو را تا به کجا دارد دوست. آه مادر جان، مادر جان، مادر. آه مادر جان، مادر جان، مادر.
گر نبودی دل مادر به جهان آدمیت شدی از چشم نهان هست فردوس بر این چهره ما چهره ما بهشت سامان آه مادر جان مادر جان مادر آه مادر جان مادر جان مادر کوثر کی روان افزایم زان دو پیستانی مبارک آیدی آب کوثر کی روان افزایم پیستانی مبارک آیدی دلی او جوی گرد عقل و زکاست آن کلیدی همه خوشبختی هاست آه مادر جان مادر جان مادر 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 سلامت باشید، صدایتان خسته نباشد. معلمه ارجمند، بهارتان مبارک باشد. البته در بابت احترام مادر سخنهای ارزشمند گفتید و این لحظه میخواستم که در بابت جایگاه مادر در خاندان، یعنی رسالت مادر در عائله چند سخن میگفتید، زیرا که امروز فرزندان ما که از عائله آنها نشونما مییابند، با شنیدن الله مادر آنها با وایه میرسند. باشد که همین عائله های ما آباد باشد، فرزندان ما خوشبخت باشند. شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا در آثار خودشون تدبیر منزل آوردند که همین جنباندن گهواره دو جهت تربیوی دارد. وقتی که مادر مهربان همین خودش یک گفتن الله رو بیند که مادر چقدر همین آرزو و امید و آرمان هایی که در دل دارد، مادر همون رو وصف میکند به طریق خودش، میخواد زیبا از قعر دلش دعا گفته همون آرزو و مرام خودش رو در الله، در الوانج دادن گهواره
میگوید و شیخ الاسلام ابن سینا همینجا میگویند که وقتی که مادر الله میگوید و گهواره رو الوانج میدهد، نخستین مراتبه همین تخم محبت، تخم نیکی، تخم عشق رو در قلب انامون کودک خورده که در گهواره هست جای میکند. همین گونه من در حیرت ماندم که نبینید که از دوره های قدیم الایام در مردم چگونه که تشکر به شاعره مهربان که مردم تمدن آفرین ما از قدیم الایام با گهواره خود، با الله خود همین گونه یعنی که شهرت دارن، جایگاه دارن و همین الله هم چگونه با قلب ما و کودک همون خانواده و چه تاثیر خوب و نیک و چی میرسانده است. ثانیاً الله البته یک چیز عجیب است که مادر مهربان و چی برای الله هم وقت جدا کردن در کار است که چگونه همین ارمان های خودش رو، ارزی خودش رو همین قدر با محبت. بعضا مادران رو میبینم خیلی در حیات دیدگی هستیم که یا خودمون هم مثلا از دوستانی نزدیکی که از دست دادیم یا مادرانی که از دست دادیم وقتی الله گفتن همین اشک میریزد انسان. همین خیلی چگونه که من وزیر سراینده ما از قلب و گفتن مادر با همون الله خودش همین بود و هستی خودش رو اونجا افاده میکند. بسیار یک عجایب است. همین الله هم تاریخ چی دارد. دویم جهت تربیوی الله رو شیخ الاسلام ابن سینا در آن گفتند که وقتی که کودک در گهواره است و مادر او رو الوانج میدهد جسم کودک هم قوی میگردد. البته درباره چگونه که قبلا گفتیم رسالت مادر به اندیشه بزرگان و به اندیشه کوچکی من به انتها هست. خوشبختانه باز به بهار نازنین رسیده ایم. تردد مادران باز هم دوچند می شود، زیادتر می شود. آنها هم چگونه که پیشوای ملت میگویند یک وجب زمینه که در نزد حولی دارید آن را آباد کنید، تخمی کارید. البته مادران پس از ادای مثلا وظیفه همون چی آماده کردن خوراک و دیگر چی یا مادران مهربان امروز در کارخانه های دولتی در تمام ساحه فعالیت میبرند، آنها باز وقت جدا کرده حولی پیش خانه شونه البته تازه میکنن و چی پوبیل میکنن و میکنن حاضر مثلا کشنیچ مثلا چی کبوتی ها، ریحان یا گل های زیبا در نزد خاندان خود آن را میشینانند، کوچت میکنن، به وی آب میریزن. تمام حولی رو باری دیگر باز میخواهند که مثلا با کشت و کار زیباتر و فرهمندتر کنند. مردها رو التماس میکنند که درختان را اندکی با سفید کنند و قیچی کنند و با آنها کمک میکنند. البته اومدن بهار به مادر تاجیک باز هم یک فیض و نکهت دیگری رو چی میکند. این حسی زیبایی پرستی کودکان رو بلند میکند. البته هم حسی زیبایی پرستی در قلب کودک البته چی میکند گذشته از این به مهنت دوستی، به مهنت کردن برای آباد کردن از خاندان خود تلقین می نماید. تشکر میکنم. شما در بابت الله گفتید و از حورینسا خواهش میکردیم که یک سرود الله را زمزمه کنند. بهترین سرود است که جانهای ما راحت میکنند، فرزندان ما را برای آیندهشان را آباد کردن تلقی می کند. هر یک فرزند کودکی که در خاندان با صدای دلانگیز مادر به وای می رسد، یعنی که الله جاویدانه مادر را می شنود و زندگیش تماما رنگی دیگر می گیرد. همین طور نه؟ اصلا مادران باید به تربیه هم پسر و هم دختر دقت جدی دهند و به حیات من بعده عائله داری آنها را آماده سازند. و شما چنانه که گفتید معلمه جان سرود الله باشد من میخونم. الله گویم در برد شوخی هات از سر رود، خواب شیرینت برد
ای جانی مادر اللیا اللیا جان اللیا آرام جانم الله شیرین زبانم الله ای جانی مادر الله. سلامت باشید، سلامت باشید. تمنا میکنیم که همین الله جاویدانه مادر همیشه در ویرد زبان مادران و خواهران و بانوان ارجمند ما باشد و بهاری هر یکی شما فرخنده باشد. و در فرجام میخواستم که تمنیات پرز مهری مادرانه شما را فهمیده باشم. مادر ارجمند، معلمه عزیز، البته شما در وصف زن مادر، رسالت مادر در عائله و احترام مادر چقدر سخنهای ارزشمند گفتید، سخنهای عالی گفتید و در فرجام اندکی باز هم برمیگشتیم به همین مرمت. از همین لحظه دمیدن صبح بهاران تاجیکستان که امروز باز به بهار رسیدیم، خوشبختانه درختان، طبیعت زنده میگردد. تمام مادران تاجیک را، خواهران تاجیک را تمنیات میکردن، تمنا می نمودم که چگونه که اینجا گفتن همین الله شیرین مادر در تمام میهن ما همیشه طنین انداز باشد. خاندان تاجیک، هر یک خاندان سیاره بگذار با همین یک نقطی گلهای بهاری، خاندان تاجیکان با الله مادر مهربان شاداب باشد، آغاز گردد صبح هر یک کس و همین بهاری که امروز فرا رسیده است بگذار بهاری امید باشد، بهاری محبت باشد، بهاری صدق و وفا باشد، بهاری کامیابی ها، بهاری دستاورد های باز هم بی‌نظیر باشد که دوام 33 سال مردم شریف تاجیک با حالت ناشناختنی دستاورد ها را نائل گردیده است. بگذار این بهار باز هم نصیب مادران تاجیک، نصیب خاندان تاجیک باشد که فیضبار باشد و تاجیکستان ما همیشه آباد باشد، زیبا باشد. برای نسل آینده، برای فرزندان خود ما یک تاجیکستان زیبا و آباد را به میراث گذاشته توانیم. استاد ارجمند ما فرزانه بانو میگویند که شاخ نباتم ثمر آورده ام، از شکرستان شکر آورده ام، روفتم شستم این خانه پس عشق تو بر خانه در آورده ام. چون معلمه ارجمند اینجا سخن کردن که بیشتر به تمیزکاری و پاکیزه کاری مادران ما در این ایام آواره می شوند، باز یک ویژگی این جشن سنتی ما، جشن نوروز که ما هم در آستانه بهار هم در آستانه عید مادر و نوروز قرار داریم، مادران عزیز ما برای اهل بیت و همچنین برای ملت خوراکی با لذت سمنک میپزند. با هوس سمنک تیار میکنند، کشک میپزند، قروتاب میپزند، فطیرهای با لذت مادر میپزند که همون لذت دستان مادر در تمام طعام‌هایی که پیشکش عزیزان میگردد در روزهای جشن یک احساس کرده میشود. دمی که آب سرد و خسته با مژگان گردآلود خرامان بر کنار جوی می آید، دمی که از فضا بوی گلی بادام و زردآلو و همهلبوی می آید، صدای طفلکان شوخ گلگردان چه از هر سوی می آید. عزیزی من مبارک باد این ایام نوروز است، دمی که گوش جانی نوده از نجوای باران می شود شاداب، دمی که غنچه نرگس به صد ناز و ادای دلبرانه می کشاید دیده را از خواب، دمی که نور می بارد شبانگه از رخی مهتاب. عزیزی من مبارک باد این ایام نوروز است، دمی که با خیال روی خوبت می شوم سر تا به پا خواهش، دمی که شانه های سبز تو می بخشدم احساس آسایش،
دمی که سرحدات عشق ما را نیست یک تصمیم و فرمایش. عزیزی من مبارک باد این ایام نوروز است. سلامت باشید. تو خورشیدی و به همتای مادر، به عالم گوهری یکتای مادر. اگر چنده که دنیا بس بزرگ است، برای من تو خود دنیای مادر. تشکر میگویم برای این قدر صحبت جذاب، صحبت ناب. و در فرجام برنامه میخواستیم که با شکرانه از سراینده ممتاز یک ترانه شکرانه شنیده باشیم، بعد صحبتمون رو به انجام میرسانیم. مرحمت. در دلم شکرانه از دور و دوران داشتم، در لبانم خنده از بختی خندان داشتم. زندگی با سردی خود هیچ دل سردم نکرد، زندگی با سردی خود هیچ دل سردم نکرد. مهری گرم در دلم از مهری جانان داشتم، در دلم شکرانه از دور و دوران داشتم، در لبانم خنده از بختی خندان داشتم. بس که یک جان جوانم بود میراث از پدر، خیش را گه چون غنی از دوست پنهان داشتم. دوستانم زود باور خوانده بودندم زیاد، باوری گر داشتم بر نسل انسان داشتم. در دلم شکرانه از دور و دوران داشتم، در لبانم خنده از بختی خندان داشتم. مردی خاکی بودم و بر خاک ایمان داشتم، گرچه خود تاجیک بودم بر سرم تاجی نبود. افتخار داشتم تا تاجیکستان داشتم، در دلم شکرانه از دور و دوران داشتم، در لبانم خنده از بختی خندان داشتم، در لبانم خنده از بختی خندان داشتم. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عزیزان. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت، به دست ماکتابی ای محبت.